133,000 نفر نمازگزار می‌برده است. تصور کنید 10 برابر این مسجد. برای ما 133,000 نفر اونجا نماز خواند. فقط اختلاف دینی، اختلاف سیاسی نآفرید تمام. همینجا یک شرط اساسی است که بینه در همین یگان جای کنستیتوسیا قانونگذاری دیگر عباره دین از دولت جداست وجود ندارد. همه چیز در تاجیکستان نیست همین مفهوم که دین از دولت جداست. در یگان جای قانونگذاری تاجیکستان همین گپ نیست. فقط این است که در این ماده 8 تشکیلات دینی از دولت جداست، یعنی سازمان ها به کار دولت مداخله کرده نمیتونن. ولی مثلا دین همچون مفهوم، همچون اخلاق، همچون ارزش، مثلا چقدر دولت همکاری میکنه. این همین روز شما بار دیگه میگم ببینید رئیس دولت مسجدی کلانترین مسلمانان شد، سرمایه گذاری کرد. نصفش تاجیکستان سرمایه گذاری کرد. ولی میگه امیر قطر صحبت اکثریت پولش داده است، یک 50 میلیونش خودی رعایت دولت تاجیکستان داده است. بنابراین پول گذاشته است برای مسجد بزرگی مسلمانان. این دین از دولت جدا نیست. 133,000 نفر نمازگزار می‌برده است. تصور کنید 10 برابر این مسجد جای داره. و این نمیده که ایران نیست کردن در تو، ایران ترک کردن در تو، ایران از بر بردن در تو. میگه که برای ما 133,000 نفر اونجا نماز خواند. فقط اختلاف دینی، اختلاف سیاسی نآفرید تمام. بنابراین گفتم که در اروپا و در امریکا میگن بهترین چیزی که در همین قانون امریکا است همین است که تشکیلات دینی از دولت جداست. اونا این مثبت با هم میتونن جداست، این مستقل است و همکاری میکنن با دولت در مسائل عمومی، در حفظ امنیت ملی، در حفظ ثبات، منفعت‌های ملی، رشد انسان، تربیت انسان، نگهداری ملت همکاری میکنن. اما از نظر ساختار یک تشکیلات جداست. این بسیار گپی مهم است. پس مدل جمهوری تاجیکستان مدل ایدئولوژی دولت دنیوی نیست که مثلا در مقابل دین قرار گیرد، بلکه یک راه حل عقلانی، یک راه حل انسانی برای وضعیت است.